طولانی ترین مطالعه علمی تاریخ بیش از 80 سال طول میکشه که انجام شه. یه 724 نفر از دوران نوجوانی تا پیری و کهنسالیشون بررسی میکنن برای پاسخ دادن به یک سوال: چه چیزی باعث میشه که زندگی ما شادتر، سالمتر و حتی طولانی تر بشه؟ نتیجه این 80 سال تحقیق یک کتاب آورده شده و نکته مهم و جالب اینجاست که کل کتاب هم در یک جمله خلاصه میشه: پاسخ به این سوال خیلی مهم. اگر ما از الان بدونیم دیگه این کار رو بیشتر انجام بدیم دیگه. این نظرسنجی‌های بزرگ وقتی از افراد سوال میشه که به نظرتون چه چیزی حال شما رو خوب نگه می‌داره تو زندگی و یه جورایی هدفتون تو زندگی چیه، 80% افراد پاسخشون پوله. 50% از اون 80% که میگفتن پول ما رو خوشحال میکنه میگن اولویت دوم ما شهرته. بریم سراغ خود مطالعه. از سال 1938 محققای دانشگاه هاروارد میان روی دو گروه از افراد بررسی رو انجام میدن. گروه اول دانشجوهای سال اول یا دوم دانشگاه هاروارد، یعنی همون دانشگاه خودشون، و گروه دوم پسر بچه‌های محله‌های خیلی فقیرنشین بوستون. هر سال از این افراد با پرسشنامه یک سری سوال می‌پرسیدن. پرسشنامه شامل 180 تا تقریبا سوال بوده. از این افراد راجع به احوالاتشون، اتفاقات خوب و بدی که توی طول سال افتاده، الان حسشون چیه، وضعیت اینکه متأهل الان مثلا زن گرفتن، زن نگرفتن، یا شوهر کردن یا نکردن، یا اینکه مثلا با دوستاشون چیکار میکنن، پولشون چقدره، کارشون چجوریه، اخراج شدن، ترفیع گرفتن، یا هر چیزی سوال میشه. اعتبار این تحقیق به اینه که فقط با پرسشنامه نبوده. خیلی جالبه چیکار کردن. اومدن همون زمانی که ازشون پرسشنامه میگرفتن با اسکن مغزی برای تحرکات مغزشون انجام دادن. بعد اینکه آزمایش خون گرفتن ازشون، نمونه از موهاشون گرفتن برای اینکه سطح هورمون استرسشون رو بسنجن، کلسترول خونشون رو اندازه‌گیری کردن، ضربان قلب و بقیه مسائل پزشکیشون رو هم بررسی میکردن. 80 سال یه تحقیقی به صورت پیوسته انجام بشه و به سرانجام برسه خیلی نادره. علتش هم میگه خب چند نسل از محققا لازمه که روش کار بکنن، خودمون بنده خدا احتمالاً رو از دنیا برن وسطش، چون بالاخره شما فرض بکنید که کسی که تحقیق شروع کرده مثلا خب بالاخره 40 سال 30 سالش بوده که شروع میکنه، قراره 80 سال طول بکشه، احتمالاً این به اتمام این تحقیق نمیرسه. در نتیجه باید نسل دیگه بیان انجام بدن. کسایی که دارن سرمایه‌گذاری میکنن برای این تحقیق احتمالاً پولش رو خارج بکنن، خب خسته بشن، بگن خب حالا بگید نتیجه باید داشته باشه و اینا. ولی خب خدا رو شکر این انجام شده و به نتیجه رسیده. خیلی هم جالب و باحاله. نتیجه این 80 سال تحقیق صدها هزار برگه آزمایش و پرسشنامه و اسکن‌های مغزی و اینا تو دو تا کلمه خلاصه میشه: چیزی که زندگی ما رو شادتر، سالمتر و طولانی‌تر میکنه نه پول، نه وضعیت مالی ماست، نه ماشینی که سوار میشیم و نه شهرتی که داریم یا نداریم. بگو دیگه. تو سر زندگی مهده. دو تا کلمه طلایی ما که خلاصه این کتاب و اون 80 سال تحقیقه: روابط خوبه. Good relationships. طبق این مطالعه متوجه شدن افرادی که با خانواده، با همسرشون، با دوستانشون و همکارانشون روابط بهتر و صمیمیتری داشتن، به صورت کلی زندگی شادتری داشتن و رضایتشون از زندگی بیشتر بوده. این نکته اول و مهمترین نکته این کتاب بود. 3 تا نکته دیگه بهتون میگم. نکته دوم: کیفیت روابط از کمیتشون خیلی مهمتره. یعنی اینکه شما چه تعدادی دوست دارید مهم نیست. مهم اینه که اگر هم تعدادشون کمه، کیفیت رابطتون و میزان صمیمیت و میزان اینکه میتونید تو رابطه راحت باشید، درد و دل کنید، خودتون رو خالی کنید، بدونید که قضاوت بشید یا حتی قضاوت بشید و این ندونید که دقیق قضاوت بشید و هر چیز دیگه. این مهمتر از اینه که شما 20 تا 30 تا دوست داشته باشید یا خیلی افراد دور براتون باشن. نکته سوم: یه رابطه خیلی جالب پیدا کردم بین زوال حافظه با اینکه فرد تو زندگیش افرادی رو داره که بتونه روشون حساب باز بکنه یا نه. یعنی چی؟ کسایی که در زندگیشون چندین نفر همسرشون یا دوستاشون کسایی بودن که میتونستن روشون حساب بکنن، در سن بالا از قدرت حافظه بیشتری برخوردار بودن و اینکه کمتر دچار از دست رفتن حافظه و زوال حافظه شدن.
نکته چهارم، افرادی که محل کار خودشون از یه مکان خیلی خشک و جدی که همه دارن توش کار میکنن تبدیل کرده بودن به یه محیط خیلی باحال و پویا و خیلی فعالی که همه با هم میگن میخندن، حالشون خوبه، در این حال کارشون هم دارن انجام میدن. این افراد هم زندگی شادتری داشتند در بلند مدت. اول از همه یک زوجی به نام هنری و روزا که در این مطالعه شرکت کرده بودن. هنری تو سن 14 سالگی وقتی توی محله خیلی فقیرنشین توی بوستون زندگی میکرده وارد این آزمایش میشه. یعنی از 14 سالگی هنری رو دارن به اصطلاح بررسی میکنن، هر سال ازش پرسشنامه میگیرن. تو سن 20 سالگی با روزا ازدواج میکنه، 5 تا فرزند داشتن. تو طول این سالها که زندگی کردن و الان که آخرین پرسشنامه ها داره ازشون گرفته میشه، تقریباً 70 خورده سالشونه و در دهه 70 زندگیشون هستن، تو طول این سالها بارها و بارها اتفاقات عجیب براشون افتاده. یکی از فرزنداشون تو سن 5 سالگی فلج اطفال گرفته، به اصطلاح مرده. 2-3 بار خود هنری از شغلش اخراج شده، یا روزا از کاری که داشته نتونسته ترفیع بگیره، اومده بیرون، شغلشون عوض کردن. هیچ وقت خیلی شرایط مالی خوبی نداشتن، ولی همیشه توی پرسشنامه‌های سالیانه که ازشون گرفته می‌شده نمرات بالایی رو به دست می‌آوردن از نظر شادی و خوشحالی. میگم پرسشنامه فقط این نیست که شما یه پرسش رو بخوای جواب بدی یا اینکه مثلا نویسی شما خوشحال هستی بنویسی بله یا نه. اسکن مغزی داره داخلی، سطح استرستون رو میسنجن، کلسترولتون، نمیدونم بحث این که شما ضربان قلبت چقدر، آزمایش خون ازت میگیرن و اینکه میان اون پرسشنامه که شما پر کردید رو تایید میکنن یا رد میکنن. مشخصا نمیتونی که دروغ بگی داخل این پرسشنامه. علت این که نمرات بالایی رو دریافت میکردن همیشه مشخصا همین جواب کلیه که این کتاب به سوال اول ما میده. روابط خوب باعث میشه که ما زندگی شادتر و سالمتری داشته باشیم. این زوج همیشه رابطهشون با همدیگه خیلی صمیمی و خوب بوده، در نتیجه مشکلات زندگی اونقدر نتونسته حالشون رو بد بکنه و اینکه نمرهشون از نظر شادی بیاره پایین. تو سن 74-5 سالگی که از این زوج میپرسن بزرگترین ترستون چیه، هر دوتاشون بزرگترین ترسشون رو مرگ دیگری عنوان میکنن. یه روزا میگه که من بزرگترین ترسم اینه که هنری شرایط پزشکیش به چه صورتی پیش میره. هنری هم خیلی مستقیم بیان میکنه که من بزرگترین ترسم اینه که روزا بمیره. در سال 2009 هم 71 سال بعد از اولین پرسشنامه‌ای که از هنری تو همون محله قدیمیشون گرفته میشه، بزرگترین ترس هنری یعنی مرگ روزا اتفاق میفته. 6 هفته بیشتر هنری دوام نمیاره، خودش هم 6 هفته بعد از روزا از دنیا میره. بریم سراغ بچه‌های هاروارد، جان مارستن و لئو دیمارکو. هر دوتاشون از هاروارد فارغ التحصیل میشن. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن به صورت داوطلبانه وارد جنگ جهانی دوم میشن، از جنگ برمیگردن. هر دوتاشون سفیدپوست بودن که اون موقع تو آمریکا خیلی مزیت بزرگی حساب میشده. شرایط مالی خانوادگی خوبی داشتن هر دو و تحصیلات در دانشگاه خیلی خوب و مراتب بالا، آماده برای شروع یک زندگی جدید بعد از جنگ. اول بریم سراغ جان مارستن. 2 تا انتخاب پیش روش داشته. یکیش این بوده که شغل پدریش رو در همون محله قدیمی خودشون ادامه بده، بتونه مدیریتش کنه و اینکه شغل پدری رو بزرگتر بکنه و بیزینس رو ارتقا بده و همونجا بمونه. انتخاب دوم این بوده که بره سمت آرزوی همیشگیش، خوندن حقوق توی دانشگاه خوب که اتفاقا موقع قبولم میشه تو دانشگاه شیکاگو، و در نهایت همین حقوق خوندن رو انتخاب میکنه و میره دانشگاه شیکاگو. و خیلی سخت کوش بوده. ازش وقتی تو پرسشنامه میپرسیدن که چرا به سمت این رفتی که حقوق بخونی و بری دوباره دانشگاه، گفته که من از شکست خیلی میترسم، به خاطر این با سخت کوشی زیاد سعی میکنم ازش فرار بکنم. با این نمرات خیلی بالایی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه. به نسبت آدم معروفی بود تو آمریکا، به دولت فدرال برای مدیریت خدمات عمومی مشاوره میداد، یه وکیل خیلی خوب بوده و اینکه توی دانشگاه شیکاگو تدریس میکرده و در کل زندگی خیلی موفق و پربار و پر از رزومه خوب داشته. از اون سمت
لئو دیمارکو آرزوش این بوده که نویسنده و روزنامه‌نگار بشه. تو اون 2-3 سال اول بعد از جنگ هم میره به سمتش، اما پدرش فوت میکنه و مادرش هم پارکینسون میگیره، مبتلا میشه به بیماری پارکینسون و اینکه لئو انتخاب میکنه که بیاد پیش مادرش و از مادرش مراقبت بکنه توی شهر قدیمیشون. بعد از مدتی یه معلم ساده میشه توی دبیرستان محلی، عاشق یه زنی میشه، باهاش ازدواج میکنه، همون سال اول بچه دار میشن و زندگیش به این صورت پیش میره. بریم 29 سال بعد، سال 1975 لئو و جان هر دو 55 سالن. جان تو سن 34 سالگی ازدواج کرده، به دلیل مشکلاتی که با همسرش داشته طلاق گرفته، بچه‌هاشو از خودش دور کرده. یک وکیل خیلی موفق، سالانه $52,000 آمریکا درآمدشه. لئو هنوز همون معلم در همون دبیرستان هست، سالیانه $18,000 درآمدشه. بریم با هم پرسشنامه‌ای که در 55 سالگی از این دو فرد گرفته شده رو ببینیم. سوال اول پرسیدن که به نظرتون جمله زیر درسته یا نه. زندگی بیشتر درد تا لذت. جان گفته که درسته، لئو گفته غلطه. سوال دوم، من معمولاً به شدت کمبود محبت احساس میکنم و دوست دارم که یک کسی به من محبت کنه. جان گفته که درسته، لئو گفته که غلطه. در سوال بعدی گفتن که یک مرد چه زمانی حس خوبی بهش دست میده. جان گفته موقعی که بتونه به نیازهای درونیش پاسخ بده. لئو گفته موقعی که احساس کنه که خانواده‌اش خیلی دوستش دارن. و از همه مهمتر سوال آخر گفتن که جمله زیر رو کامل کن. بودن در کنار مردم، هر دو فرد پاسخ دادن که لذت بخشه برام. همچنین که مشخصه جان خیلی علاقه داشته که با مردم ارتباط بگیره، اما نمیتونسته این کار رو انجام بده. به صورت مداوم توی زندگیش راجع به قطع ارتباطات صحبت میکرده و اینکه خیلی غمگین بوده از این اتفاق. تو سن 62 سالگی جان دوباره ازدواج میکنه. توی پرسشنامه اشاره میکنه به این موضوع که ازدواجش بی عشق بوده و خیلی تاکید داشته روی این موضوع یه ازدواج بدون عشق انجام داده. جان خیلی جالبه، با اینکه همواره تلاش میکرده که خودش رو خوشحال بکنه، با سخت‌کوشی زیادی در مسیر خوشحال کردن خودش بوده، ولی همیشه مجذوب خودش بوده، درگیر یک موضوعی بوده به نام انگیزه های درونی. یکم من اینجا رو باز بکنم. ببینید اونجوری که من متوجه شدم از این آقای جان مارستن، یه فردی بوده که خیلی خب موفقیت‌های زیادی به دست آورده و اینکه همواره زندگی رو به صورتی می‌دیده که من باید یک سری اچیومنت و یک سری دستاورد داشته باشم و موفق باشم و انگیزه درونی من اینه که این کارو بکنم یا اون کارو بکنم و اصلا توجهی به اینکه روابط میتونه چه تأثیری روش داشته باشه و اینکه میتونه چقدر حالش رو خوب بکنه یا اینکه یک فرد دیگه بتونه شرایط رو عوض بکنه، به این موضوع توجهی نداشته. بیشتر مجذوب خودش بوده و اینکه انگیزه های درونی من همون چیزی که میگه رو من انجام بدم. حالا لئو به چه صورتی بوده؟ لئو بیشتر در ارتباط بوده با بچهای دبیرستان، خانواده‌های دانش آموزا، با خانواده خودش 4 تا بچه داشته که خیلی دوستش داشتن و خیلی به تو کتاب نوشته که میپرستیدنش، انقدر که محبوب بوده. در مدرسه خیلی محبوب بوده، تو محلهشون خیلی دوستش داشتن مردم، ولی هیچ وقت خب آدم خیلی موفق و خیلی معروفی نمیشه. بیشتر از همون محله کوچیکی داشتن کسی نمیشناختش. در نهایت امر جان جز غمگین ترین افراد این مطالعه بوده بین 724 نفر، ولی لئو جز خوشحال ترین افراد. با اینکه جان درآمد، موفقیت، اچیومنت، رزومه و همه چیش بهتر و کاملتر بوده از لئو، اما جان همیشه جز غمگین ترین افراد بوده، اما ولی لئو جز خوشحال ترین این 724 نفر به حساب می اومده. چرا اینجوریه؟ چرا ما شادی که جلو چشمون هست و برای هممون قابل دسترسیه رو نمیبینیم؟ یک سری از موضوعات رو برای خودمون هدف میکنیم تا به اونا برسیم، بعد شاد بشیم. کتاب 3 تا دلیل برای این موضوع میاره. دلیل اول، مغز ما تأثیر دیگران رو و تأثیر روابط رو روی زندگی ما خیلی دست کم میگیره. شاید مغز ما خیلی خوب باشه برای اینکه بتونه اینکه اگه یه فردی داره به من دروغ میگه رو متوجه بشه، اینکه یکی میخواد ما رو گول بزنه رو متوجه بشه، یا اینکه خطر رو خوب حس بکنه، یا خیلی از اتفاقاتی که یه جورایی مربوط میشه به حس شیشم رو ما تکاملا خیلی خوب
داریم تو خودمون، به خاطر اینکه مستقیما باعث زنده موندن یا از بین رفتن ما میشدن. مثلا اینکه یک فرد بتونه تشخیص بده یک فرد دیگه عصبانیه از روی چهرهش، جای اینکه بتونه تشخیص بده این فرد داره دروغ میگه با توجه به میمیک صورتش، این برای ما واجب بوده. چرا؟ به خاطر اینکه مستقیم به بقای ما ربط داشته. ولی اینکه شما بفهمید رابطتون با یک فرد دیگه چه تأثیر روی حال خوبتون داره رو مغز ما برای این کار ساخته نشده. خوب نمیتونه این قضیه رو تشخیص بده و خیلی دست کم میگیره. یا آزمایش انجام شده به نام آزمایش غریبه‌ها در قطار. 400 نفر رو که داخل یک قطار بودن به یک سفر 5 ساعته داشتن میرفتن رو ازشون سوال میپرسن که به نظرتون تو این 5 ساعت شما اگر بیاید با یک غریبه شروع کنید به صحبت کردن، کسی که اصلا نمیشناسیدش، براتون این سفر باحال‌تر میشه و زودتر میگذره و همه چیز قشنگ‌تر میشه، یا اینکه نه به خودتون برسید، پادکست گوش کنید، موزیک گوش کنید، کتاب بخونید یا اصلا بخوابید، یا اینکه فقط به امورات شخصی خودتون برسید؟ 95% افراد میگن که ما اگر به امورات شخصی خودمون برسیم حالمون بهتر خواهد. میان چیکار میکنن؟ میان آزمایش اینجوری طراحی میکنن، 200 نفر از این افراد رو برمی‌دارن، میگن که شما باید با یه غریبه صحبت بکنید، یه جوری شرایط میشنه که اینا مجبورن که در این 5 ساعت با یه فرد غریبه شروع کنن به صحبت کردن و 200 نفر دیگه هم که هیچی و خودشون با خودشونن و کارهای شخصی خودشون انجام میدن. در نهایت تاثیرش خیره کننده است. اون 200 نفری که با یک فرد جدید شروع کردن به صحبت کردن، یه مکالمه جدید ایجاد کردن، از داستانای اون شنیدن، زندگیشون رو به صورت برای اون تعریف کردن یا اون براشون داستانای خودشون رو گفته، حالشون خیلی بهتر بوده، رضایت بیشتری داشتن از سفر، گفتن که من این 5 ساعت برام خیلی زودتر گذشت و اینکه کلا حالشون بهتر بوده. از کیا؟ از اون افرادی که داشتن کارهای شخصیشون انجام میدادن، پادکست گوش میکردن، موزیک و کتاب و این داستانا. مغز ما نمیتونه این تاثیر روابط رو خودش متوجه بشه. دلیل دوم، فرهنگ مثل یک جریانیه که ما رو به سمت فردگرایی میبره، به سمت ایندیویدوالیسم میبره، به این سمت که آقا ما باید برای خودمون تلاش کنیم، به یک سری چیزا برسیم، وقتی به اون چیزا رسیدیم حالمون مشخصا خوب میشه و اینکه دیگران با من چیکار دارن یا من با دیگران چیکار دارم یا اینکه من دوستام که دور و برم هستن چقدر مهمن توی مسیر رو بهش نمیپردازه. یه داستان خیلی جالب تعریف میکنه. 2 ماهی جوان داشتن توی جریان آب شنا میکردن. یه ماهی مسنتری که داشته برخلاف جریان آب شنا میکرده میاد به سمتشون، وقتی کنارشون رد میشه برخوردی با هم دیگه دارن. ماهی مسنتر بهشون میگه سلام جوونا، آب چطوره امروز؟ این 2 ماهی جوان هیچ جوابی نمیدن و خلاص رد میشن میرن. بعد از این مدتی که از کنار این ماهی مسنتر رد میشن، یکیشون به اون یکی نگاه میکنه، بعد میپرسه که آب چیه؟ دلیل سوم، پول، موقعیت اجتماعی و شهرت سراب نیستن. یعنی چی؟ یعنی که خود کتاب اصلا بیان میکنه، میگه کسایی که ثروتمندترن و دارایی‌های بیشتری دارن به صورت میانگین 9 سال بیشتر از افرادی که فقیرن عمر میکنن. که علتش هم دسترسی به غذای بهتر، بهداشت بهتر و اینکه یه درمان درست‌تر. اما هر کدوم از این پول و شهرت و موقعیت اجتماعی و اینا میخوان که خودشون رو به اولویت اول زندگی شما تبدیل بکنن و اینکه یه کاری بکنن که شما فقط برای رسیدن به اون تلاش بکنی و اینکه فکر بکنی اگر به اون برسی خوشحال میشی، در صورتی که این تحقیق نشون میده که رسیدن به این پارامترها خوشحالی مستقیم برای شما نمیاد. و در نهایت یه جمله‌ای از مارک توین، نویسنده و طرزپرداز آمریکایی، که کتاب با همین جمله شروع میشه. وقتی که به زندگی خودش نگاه میکنه، در اواخر عمرش مینویسه که زمانی نیست، زندگی خیلی کوتاهه برای شکستن قلب، عذرخواهی کردن یا اینکه بخوایم سر و کله بزنیم برای موضوعهای دیگه. زمان فقط برای عشق ورزیدن وجود داره.